عزیزان سوال شماره سیوم بر ما و شما گفته شده نقطه غیر متمادیت تابع f از x مساوی به 2 بر قوس 2x منفی 2 کل به نمایلن 1 بر 2 عبارت است. خب علت ازی که این سوال رو بر شما انتخاب کردم میخوام بکنم به خاطر اینکه یک سوال اختلافی است عزیزان. بسیار از دوستای ما به اصطلاح میگن که جواب از این تابع در حقیقت نقطه غیر متمادیت نداره و بسیار از دوستای دیگه ما و شما میگه جواب از این در حقیقت چند است؟ منفی 1 است. نقطه غیر متمادیت از این تابع منفی 1 میباشه. حالا برای اینکه شما مطمئن باشید در نظر از این سوال اگر چی سوال اختلافی است از این بعد ممکن در کنکور سوال اختلافی نیاید اما با آن هم اگر آمد عزیزان شما باید حالت اول تابع در نظر داشته باشید. اینا رو شما ببینید عزیزان جواب که در بین دوستای ما که نقطه غیر متمادیت نداره این درست است یا نقطه منفی 1 نقطه غیر متمادیت از این تابع است. به خاطر که موضوع رو ما حل کرده باشیم یک نکته بسیار بارز ما و شما در نظر میگیریم. اون نکته در کجاست؟ همیشه ما و شما یک تابع در حالت اولش مطالعه میکنیم. یعنی یک تابع در حالت اولش به چی بنا؟ یعنی ناحیه تعریف و ناحیه قیمت یک تابع در حالت داده شده مطالعه میکنیم. اینا رو شما سعی حالت داده شده از تابع چی است؟ در حقیقت یک تابع به شکل تابع ناطق یا تابع کسری هست. فلهذا وقتی ما و شما این حل میکنیم بر دریافت نقطه غیر متمادیت از تابع ما و شما چی میکنیم؟ ما و شما میگیریم مخرج که 2x منفی 2 است این را مساوی به 0 قرار میدیم مضروب تقسیم 2 میکنیم 2 به 2 خلاص x ما منفی 2 تقسیم 2 منفی 1 منفی 1 به طرف راست انتقال داده شود چند میشه؟ مثبت 1 میشه. بنا نقطه غیر متمادیت از تابع را ما و شما چند پیدا کردیم؟ گزینه چهارم آن جوابش مثبت چند شد؟ مثبت 1. چرا؟ به خاطر که مثبت 1 اگر ما به واسه متحول وضع بکنیم 2 ضرب 1 2 منفی 2 چی میشه؟ 0. اینا 0 به توان چی؟ عدد حساب باز شما میبینید که 0 میشه عدد تقسیم 0 لایتنایی میشه و لایتنایی در حقیقت یک قیمت دی بلکه یک سمبل است. اینا را لایتنایی باز قیمت تابع گفته نمیشه چون نامعین است. پس عزیزان ما جواب دقیق و درست چند پیدا کردیم؟ جواب دقیق و درست ما شما گزینه چهارم کان x مساوی به 1 است پیدا کردیم. اما استدلال دوستای دیگه ما چی است که نقطه غیر متمادیت از این تابع رو میگن دارای نقطه غیر متمادیت نیست یعنی نداره. و استدلال اونا اتو استدلال میکنن میگه در تابع f از x که مساوی به 2 بر چی است؟ 2 بر 2x منفی 2 کل به نمایه لن 1 بر 2 میگه چون افاده لوگاریتمی یک افاده که اساسی سوال صورتش از مخرجش که کوچکتر است هر گولن شو و حل شو میشه منفی لن 2. پس در این حالت تابع f از x مساوی میشه میگن هرگاه اگر یک عدد در مخرج توانش منفی باشه در صورت میره و مثبت میشه یعنی میشه شکل چی رو به خود اختیار میکنه 2 ضرب قوس 2x منفی 2 کل به نمایه لن چند لن 2 اختیار میکنه که در این حالت میگه این شکل تابع چی رو به خود میگیره؟ شکل تابع پولینومی رو به خود میگیره. وقتی که شکل تابع پولینومی رو به خود گرفت پس در این حالت دومین یا ناحیه تعریف از این تابع f ما و شما چی میباشه؟ کل اعداد حقیقی میباشه یا به عباره سوال کنکور نقطه چی نداره؟ نقطه غیر متمادیت ندارد. خب اینا عزیزان شما متوجه باشید ما پیشتر برای شما استدلال کردم گفتم اگر ما و شما این تابع رو به این شکل نوشته بکنیم یعنی این شکل جدید تابع است. شکل جدید تابع به معنای اینکه یک تابع جدید به وجود میاد. پس ما و شما برای هر سوالا تابع در حالت داده شدهش مطالعه میکنیم. چرا؟ ناحیه تعریفش در حالت داده شده مطالعه میکنیم. اگر غیر از این باشه که این حالت به وجود اومد باز یک تابع جدید میباشه. به این خاطر عزیزان تابع داده شده در حالت معاملیش مطالعه میکنیم. پس این تابع ما نقطه غیر متمادیتش چند میباشه؟ نقطه غیر متمادیتش عدد 1 میباشه چون به عدد 1 تابع در حقیقت چی میشه؟ لایتناهی میشه. امیدوار هستم که حل سوال در توجه شما قرار گرفته باشه و این موضوع اختلافی ان شاء الله الرحمن که حل شده باشه. تشکر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.